با درود فراوان به همه شما، روز قشنگی داشته باشید. امروز یه تمای شورت و کوتاهی درباره bleeding during pregnancy، یعنی اینکه خونریزی‌های وجاینال یا واژن زمانی که پرگننت کسی هست، درباره اون میخوام صحبت کنم. خیلی خلاصه و فشرده بارها اشاره کردم که این ویدیوهای کوتاهی که میذارم داستانهای بحث پزشکی رو هر تما میتونه واقعا طولانی باشه، ساعت‌ها طول بکشه، اما بیشتر میگم حالت ایژوکیتیو هستش، یعنی اینکه یه سری اطلاعاتی که کامل بشه برای شما و البته شکی ندارم که خودتون اطلاعی لازم رو دارید به عنوان لیدی و مطمئناً اینفورمیشن هایی که در دوره بارداری از طرف اینترنت، از طرف نمیدونم سوشال میدیا، از طرف دکتر عزیزتون به شما پروواید میکنه، همش رو تقریبا میدونید. ولی به هر حال میخوام کوتاه بگم و بیشتر یه حالت آموزشی شورت هستش، به حساب به اصطلاح اسپسیفیک رو خودتون نذارید. علتش هم اینه که میگم چون پیشنت من نیستید و من اگزامینیشن ندارم، یعنی معاینات لازم از شما ندارم و دور هستم، تو اروپا هستم، سخت جاج کردن در این قضیه. پس هر کی اگر یه خونریزی خاصی داره حتما به دکتر شماس بگیره و اطلاع بده که اون دکتر محترم بتونه براش لابراتوری و چیزا رو انجام بده. برگردیم به اصل قضیه. امروز اینجا هوا خیلی گرمه، واقعا گرمه، فکر کنم حدود 30 درجه، 30 درجه برای اروپا خیلیه. در هر حال خونریزی ها رو ما میتونیم تقریبا به first trimester، second trimester و third trimester تقسیم کنیم. اول و دوم و سوم دوره به اصطلاح چی میگم فارسی، 4 ماه اول، دوم، سوم تقسیم کنیم. هرچند که طول پرگننسی 40 هفته هست، یعنی به حالت کلاسیک بیشتر از 9 ماه هست، ولی ما میگیم 9 months after pregnancy که اون 9 months که 9 ماهی که میگیم 36 هفته نیست، بلکه پرکتیکالی 40 هفته است. خب فرست به اصطلاح تریمستر یا 4 ماه اول رو به حساب از هفته اول شروع کنید تا هفته 13 هم بذارید، 12 هم 13 هم بذارید که عدد رو براتون توضیح دادم. معمولا بلیدینگ هایی که در این موقع میشه میتونه فقط میگم خلاصه سریع بدم، فقط بتونه راپچرهای کوچیک وسل ها باشه، یعنی رگ های خونی باشه، ایدر آرتری یا وین باشه که میتونه باعث بلیدینگ بشه که معمولا خیلی کمه. میتونه قضیه بعدی به اصطلاح رگ هایی هستن که پشت دستیدوها هستن، پشت ممبرن های به اصطلاح امنیوتیک ممبرن هستن. فارسی واقعا میبخشید خیلی سخته من کلمات رو دارم بذارم، ولی متوجه میشین. به اصطلاح بین امنیوتیک با به اصطلاح یوتراین کویتی یا رحم هستش، اون آرتری ها، رگ ها، اونا میتونه راپچر بشه. بعضی ما میتونه راپچر قسمت گردنه رحم باشه، سرویکس باشه، که این موارد یا به خاطر اینکه قبلا یه سری اروژن ها هستش، یعنی حالت فارسی خراشیدگی یا پارگی های کوچیکی رو گردنه رحم وجود داره، ممکنه بشه. مسئله بعدی این که در موقع اینترکورس، یعنی موقعی که پارتنرها یا همسر با هم سکس دارن، میتونه یه ماکرو تراما به وجود بیاره رو گردن رحم، باعث بشه. و بعدش هم که اینا معمولا این بلیدینگ ها خیلی کم هستش. اونی که شما میتونید ببینید، یعنی ویژوالایزیشن میشه، شو داره، مشخص ماکروسکوپی میتونید ببینید، ولی میتونه استریک باشه، یعنی خیلی خیلی کم باشه. ما به میگیم که اسپاتینگ میگیم.
و قسمت بلیدینگی که رترو دسیدوال یا رترو پلاسنتال هستش، یعنی در عقب چی میگن جداره‌ای که به عنوان پلاسنتا شکل میگیره یا خود پلاسنتا شده، اون رکاپاره میشه، میتونه باعث کلات یا هماتوم بشه. هماتوم یعنی اینکه هم کلات میگن دیگه، نه کلات یا هماتوم بشه که پشت پلاسنتا باعث میشه و در اولتراسونوگراف ها میبینیم. این کیسای هستش که به وجود میاد. بعد این معمولا خیلی اینا کانسر هست ولی نه میجر کانسر، یعنی تریتش موفقیت آمیز بیشتر از 90%. واقعا میگم اینایی که من میگم وقتی یه موقع درصد رو به کار میبرم، شما درصد فقط رو لیتراتورها یا اینترنت چک نکن. درصد است که با پرکتیس من که حدود 25 سال تو کار زنان زایمان هستم، به قول معروف تخصص من هست، موفقیت هایی که در باره بارداری وقتی میگم بریدینگ داریم، این اطمینان کامل به پیشنت میدیم که چیز خاصی نداره. و اینجا یه مسئله اصلی که وجود داره که میتونه به اصطلاح میجر کانسر باشه، درباره به اصطلاح ابورشن، یعنی سقط جنین شدن، یعنی جنین داره سقط میشه، که این سقط شدن یک پروسسی هست که اگر خدا نخواسته به مرحله خاص برسه نیست ابورشن هست، یعنی که حالتی که ابورت شده. و این قسمت ما خیلی کانسرن هستیم. معمولا میتونه به قول معروف تریتن ابورشن باشه. تریتن ابورشن این که به اصطلاح اسپاتینگ داره، مایکرو بلیدینگ داره، یعنی خیلی کم داره، به این حالت بهتون بگم خیلی ماسیو نیست و پیشنت پین خاصی آنچنانی نداره. فقط میبینید که بعد امبریو یا بیبی یعنی فتوس کوچیک، بعد این چی میگن ضربان قلبش یعنی هارت ریتش کار میکنه، فانکشن داره. این با تراپی انجام میشه. بعد میتونه به اصطلاح اینویتیبل باشه. اینویتیبل یعنی اینکه ابورشنش واقعا دیگه میتونه تقریبا در حدی باشه که قابل استاپ نباشه، یعنی اینکه داره گردن رحم تقریبا باز شده، بلیدینگ داره بیشتر میشه، چی میگن هارت ریت دیگه خوب مشاهده نمیشه یا بسیار ضعیف میشه. این دیگه اینویتیبل یعنی که تقریبا در پروگرس ابورشن هست که معمولا بسیار انامنزش یا به قول معروف پروگنوزش خیلی جالب نیست. این پروگنوزش تقریبا میشه گفت که بد هستش متاسفانه. بعد که حالت میس ابورشن شد یا این اینویتیبل شد، میتونه حالا سطح جنین بیاد، یعنی از وژنا میتونه بیرون بیاد فارسی گاد نوز میتونه بیرون بیاد، یعنی ابورتد میشه. ابورتد که شد، بعد در این حالت که صحبت میکنیم میتونه این کامپلیت باشه یا کامپلیت. این کامپلیت یعنی اینکه یه مقداری از تیشو اونجا میمونه. کامپلیت یعنی اینکه کاملا ابورت شده هست. و به هر حال تا زمانی که تریتن ابورشن هست و اون درباره سرویکس گفتم، گردن رحم گفتم، رترو پلاسنتا گفتم، اینا همه کانزرواتیو میتونه حل بشه و پیشنت استراحت میکنه و چیز خاصی نیست و سکس ابستیننت باید باشه، نباید اینترکورس داشته باشه، دارو بهش میدیم، خونه استراحت میکنه، بدرست داره، اگر لازم باشه بیمارستان. معمولا این داروها مثل اسکوروتین حالت کامباین ویتامین C هستش با اسکوربیک اسید یا پروجسترون مدیکیشن میدیم، خیلی هلپفول هستش. یه سری لابراتوری بیسیک رو میتونیم انجام بدیم که آنچنان لازم نداریم، کمکی نمیکنه، همه چی تقریبا مشخصه. مهمترین تراپی هست و بدرس هست و اولتراسونوگرافی که خیلی به ما کمک میکنه. ACG یعنی هورمون تو پرگننسی اینجا به ما کمک نمونه، فقط تنها حالتی کمک میکنه که ما یه پرگننسی رو ندیدیم و به اصطلاح ساسپیشن هستیم رو اکتوپیک پرگننسی، یعنی پرگننسی خارج از رحم
ما این تست رو میتونیم انجام بدیم که معمولا میگم اونم آنچنان کمک نمیکنه، به خاطر یه دکتر خوب، دکتری که تجربه داره، بر اساس سونوگرافی میتونه ببینه. حالا یه تست ECG انجام دادیم، میتونه یه حالت اورینتیشن باشه، به خاطر اینکه دابل باید بشه کشتی هر 2 روز تقریبا، و میبینیم که بسیار دابل متماتیک نداره. بعد به اصطلاح شک ما بیشتر میشه، به اولتراسونوگرافی فالوآپ میکنیم و در حال بعد 6 هفته معمولا بهتره میتونیم ببینیم که اکتوپیک پرگننسی هست یا نه، که بعد به هاسپیتال باید رفر بشه پیشنت در این حالت. اگر هم که گفتم این کامپلیت ابورشن بود یا اگر کامپلیت نشده این کامپلیت تیشو مون، میتونیم صرف کنیم، پیشنت پین نداره، بلیدینگ خاص شدید نداره، فیور نداره، اینفکشن نداره، میتونیم صرف کنیم و تیشو خودش بیرون بیاد. یه موقع میتونیم دارو بهش بدیم، ممکن داروهایی که میتونیم بدیم اکسیتوسین هستش که میتونیم بهش بدیم کمک کنه. اگر هم که دیدیم که نه، فیور داره، اینفکشن داره، درد داره، به قول معروف کرامپ شدید داره، بعد در حال دیسکامفورت داره، باید پیشنت رو به هاسپیتال برسیم که ریویژن انجام بدیم، یوترین ریویژن انجام بدیم، داخل رحم خالی بکنیم، اواکویشن کنیم، واکیوم میکنیم و خیلی مایل، خیلی جنتل ریویژن باید کریتاش میکنیم که اپیتلیوم به ماسل های داخل رحم چیز نشه، دمیج نشه، تو خدا یا دنبال کلمه میگن آسیب نبینیم. خب اینو انجام میدیم. پیشنت تقریبا این حالت خلاصه بود در این قضیه. بعد بریم، میگم سریع میخوام بگم چون وقت اجازه نمیده، تایم سوشال میدیا، تایم خود من که خیلی مهم هستش اجازه نمیده. بریم برای سمستر دوم و سمستر سوم. این یه حالتی هست که از هفته 13 به بعد، از هفته شروع میشه تا آخر پرگننسی. اینجا برای ما خیلی مهمه. اون همون که اشاره کردم، یعنی رتروپلاسنتا بلیدینگ یا دیستال بلیدینگ میتونه باشه که توضیح دادم براتون به چه شکل. یواش یواش پلاسنتا که بعد، یعنی دیگه پلاسنتا که میگیم فرم گرفته، عالی شده، یعنی خودش رو اکسپرس میکنه هفته 11 12 به بعد میبینید شما لوکالیزیشنش. یه حالتی هست که میتونه لوکالیزیشنش خیلی پایین داخل رحم باشه، یعنی نزدیک به سرویکس باشه، گردن رحم. وقتی میگیم گردن رحم یه داخلی اکسترنال اوپنینگ داره، یه اینترنال اوپنینگ، یعنی یه چی میگن سوراخ چی یه اوپنینگ یا اوس، اکسترنال اوس داره که داخل واژن هست، یکم که داخل داره، داخل به طرف یوترین کویتی داخل رحم هستش. یه حالت کانال هستش، یه حالت کاناله که بیبی میتونه از اینجا بیاد بیرون. خب معمولا وقتی پلاسنتا نزدیک به اصطلاح نزدیک سرویکس هستش، ما به اصطلاح بهش میگیم لوکیشن، یعنی اینکه پایین لوکیتد هستش پلاسنتا. و during the pregnancy واقعا majority almost all of them میرن بالا حل، ولی بعضی اون پلاسنتا واقعا پایین هستش که یه حالت کاورج داره، یه حالت absolute near to the cervix هستش که اونجا دیگه یواش یواش میتونیم پلاسنتا پریویا رو صحبت کنیم. پلاسنتا پریویا رو متأسفانه بعضی از دکترایی که یا اکسپریانس ندارن یا اینکه خودشون با استرس هستن، در جا هفته 13 و 14 به مریض میگن is nonsense, wait dear doctor, wait صبر کن، میکشه بالا، اگر نشد بعد بگو. چون از پیشنت و از ابتدای پرگننسی استرس خاصی در این قضیه میدن که اصلا مفهوم نداره. I don't like it. Wait, follow it. You see it, wait and you can say later. میتونی بعدا به پیشنت اطلاع بدی، هیچ چیزی نمیافته. میتونی تذکر بدی که آره پلاسنتا پایین هست، اگر اینترکورس داری دقت کن، همین. نه دیگه کلمات چیزو به کار نبرید که اصلا از اساس سایکولوژی رو پیشنت خیلی اثر داره. خب اینو پلاسنتا پریویا هستش که پلاسنتا پریویا میتونه به اصطلاح نزدیک پلاسنتا باشه که درجه‌های گوناگون داره، تا پلاسنتا پریویا کامپلت داریم که به اصطلاح
سرویکس رو کامل میپوشه و باعث بلیدینگ میتونه باشه که واقعا بعد اون کانسر بسیار مهمی هستش. دلایل گوناگونی داره چرا پلاسنتا پرویا هست، مثل مالتی پارا ها، اونایی که زیاد دلیوری کردن، اونایی که سزارین سکشن شدن، اونایی که اینفکشن دارن، اونایی که مثلا فرض ابنورمال یوتراین کویتی دارن، میدونید، اور حتی ایمپلمنتیشن اووم در ابتدا باید مثلا فوندوس باشه، پایین ایمپلمنتیشن شده، یعنی که سیدینگی که شده سیتینگش اون پایین هستش، بعد رشد میکنه دیگه. این هستش. حالا میگم الان بحث ایتیولوژی نیست، اینا رو تو مباحث دیگه میگم. بعد اینکه پلاسنتا پرویا رو گفتیم، پلاسنتا ابراپشن هستش، خیلی وایتال، خیلی دنجرس، واقعا باید کانسر باشه. پیشنتی که میاد کرم داره، پین داره، بلیدینگ داره، ما باید روی این خیلی دقت بکنیم و همینجوری نباید ازش بگذریم. باید درجا اولتراسونوگرافی انجام بدیم. اولتراسونوگرافی پلاسنتا رو کامل میبینیم، اند پلاسنتا، شوره پلاسنتا، حالتش رو میبینیم که چجوری هستش، تیکنسش رو میتونیم ببینیم و میتونیم درجا با اولتراسونوگرافی ببینیم که high suspicion of the placenta abruption. معمولا پلاسنتا ابراپشن که کامل نیست، چی میگن، چستشی، یعنی پارشلی ابراپشن میشه. حالا کامل بشه که دیگه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. بعد این هست میبینیم که درجا پیشنت باید به بیمارستان بره. اگه بیمارستان هستیم که خوب دیدیم تا بیمارستان کلوز ابزرویشن، کل لابراتوری انجام میشه. اینفیوژن حتما 100% باید سرم بگیره، سرم های سالاین، سرم های گلوکوز و حتی پلاسما اگه لازم باد، و اریتروسایت باید بهش بدیم، خون بهش بدیم که لازم باشه بر اساس لابراتوری. و وضعیت این خیلی مشخصه. اگر پلاسنتا پرویا کامل باشه و اگر پلاسنتا ابراپشن، پلاسنتا پرویا اگر به اصطلاح عجله نداشته باشیم میتونیم صبر کنیم، خب بعد فرضاً سزارین سکشن. ولی پلاسنتا ابراپشن شده، حتما باید سزارین سکشن بشه و خیلی خوبه برای مادر، خوبه برای بیبی، 100% خوبه، اصلا شکی درش نیست. شما پروتکت میکنید، سیف میکنید هم فیتوس و هم مادر رو. بعد اینجا که در این رابطه صحبت کردم، میتونه خونریزی ها مسیف باشه. ما یه چیزی داریم که بهش میگن DIC، معمولا جی بی دکترها و اینترنیست ها بیشتر باید سر کار دارن. گاینکولوژی همینجور خیلی باید سر کار داریم. علتش هم اینه که پیشنت هایی که بریدینگ میکنن ممکنه دچار این به اصطلاح کاندیشن بشن. DIC یعنی Disseminated Intravascular Coagulation، که هم بلیدینگ شدید میتونه باشه، هم بسیار کلات ها و ترومبوز ها، و متاسفانه بعضی مواقع به امبولی لانگز امبولی، چی شش میگن شش لانگ امبولیزم میشه. خب نمو امبولیزم، کلا از وضع مدیکال ترمینولوژی میگیم پولمونری امبولیزم. پس این میتونه بشه. لابراتوری همه کل کوآگولیشن و کوآگولو فاکتور همه رو با لابراتوری انجام میدیم. درجا ریاکشن باید بسیار سریع باشه، بسیار سریع باشه. 2 تا اینتراونوس باز میکنیم و واقعا سکسسفول هستش، هم برای بیبی هم برای چیز که خدا خواستش. در موقع دلیوری هم که میتونه به اصطلاح راپچرهای به اصطلاح یوتراین باشه، قبلش یا بعدش، به خصوص بعد سزارین سکشن، که این کیس بسیار بسیار ریر هست، بسیار بسیار ریر، یعنی خیلی کم اتفاق میفته. اینجوری نیست که هیچ وقت اتفاق بیفته. من خیلی کم دیدم، میگم 25 سال practice، 25 years I saw just very few cases. It doesn't happen. به خاطر اینکه امروز modern race everything under control. مثل شما صحبت میکنید ectopic pregnancy rupture خیلی کم پیش میاد، به جز اینکه دکتر ایگنور کنه، دکتر دنبال نکنه یا تکلیزی بکنه، همه چی رو فراموش کنه و ممکن بیاد. ولی معمولا اینجا که ما تحت کنترل داریم واقعا خیلی کم پیش میاد. درباره دلیوری که گفتم اشاره کردم، فراموش نکردم، اون موقع میتونه راپچر سرویکس بشه و میتونه راپچر sometimes راپچر یوتراین میشه، بخصوص اونایی که بعد اولی دومی سزارین سکشن هست.
خیلی ررکزه. رابچر سرویکس و رابچر وجاینا پارگی گردنه رحم و پارگی واژن میتونه پیش بیاد که بعض ما وقتی ساده است خب اشکال نداره، گهگاهی میتونه کامپلیکیتد باشه، به خصوص پارگی های واژن. سرویکس باز بهتره چون مس داره، تیشو داره، تیشوش محکمتره. وجاینا واژن فراجایل، یعنی واقعا اپیتیلیومش خیلی ملایم هستش، شبیه فرش ایرانیه. خیلی مایل هستش، ساده هستش و حتی گهگاهی وقتی ما عمل می‌دوزیم ممکنه با مشکل روبرو بشیم، به خصوص رابچر یعنی پارگی خیلی باشه. پارگی کوچیک ولی مثلا ممکنه تا وجاینال کاف، یعنی یه موقع پارگی تا اند وجاینا طول میکشه، طول میشه اکستندش تا اونجا هستش، بعد باید چیز بشه، بشه. خب من سعی میکنم تموم بکنم به خاطر اینکه گفتم وقت اجازه نمیده. متشکرم. اگه کامنت دارید میتونید بپرسید، ولی خواهشاً اگر دارید باید به انگلیسی بنویسید نه فارسی. خب انگلیسی حداقل کلمات به فارسی هست، چون من at first place my Persian language I cannot use many words I forgot. second میتونم بهتون بگم که انگلیسی اگه وقت کردن بهتر میتونم جواب بدم. متشکرم از شما. روز همتون بخیر باشه. متشکرم. بای بای.